هوش مصنوعی با فناوری‌ها و ماژول‌های مختلفش میشناسن: یادگیری ماشین، تحلیل داده، NLP، بینایی ماشین و الگوریتم‌های مختلف هوش مصنوعی. این که چطوری بتونیم از تصاویر و فیلم‌های مختلف کلی داده بکشیم بیرون و ازش استفاده کنیم. این که کامپیوترها رو چجوری بتونیم به این توانمندی برسونیم که زبان انسان‌ها رو درک کنن، تحلیل بکنن و در نهایت تولید کنن. این که چطوری کلی دستگاه و ماشین رو بریم یه کاری بکنیم که یاد بگیرن و بتونن مراحل بعدیشون رو پیش بینی بکنن. این که چجوری از کلی داده‌های متفاوت و متنوع بتونیم اطلاعات مفید و اشتراکاتشون رو در بیاریم. این که چطوری بتونیم از داده‌های بسیار بزرگ و پیچیده آینده رو پیش بینی بکنیم. همه این تکنولوژی‌هایی که گفته شد قراره در یک دوره 12 ساعته به اسم آشنایی با فناوری هوش مصنوعی در دانشگاه شریف برگزار بشه. این دوره علاوه بر اینکه شما رو با تکنولوژی‌های مختلف آشنا می‌کنه، پیش مقدمه برای دوره مسیر یادگیری هوش مصنوعی که قراره در دانشگاه شریف برگزار بشه. الان بهترین موقع است برای بچه‌های نسل زد و نسل آلفا، بچه‌های 12 سال تا 16 سال تو مسیر یادگیری هوش مصنوعی قدم بردارن. ما در تکنو شریف با کلی از اساتید و متخصصای مختلف هوش مصنوعی کنارتون هستیم که یه دوره با کیفیت برای بچه‌های نخبه و مستعد و علاقه‌مند به حوزه فناوری بسازیم. در آخر دوره هم یک آزمون از تمام مباحثی که اساتید مختلف توی دوره بهتون آموزش دادن گرفته میشه. کسانی که بتونن توی آزمون قبول بشن، علاوه بر این که میتونن تو دوره بعدی، دوره مسیر یادگیری هوش مصنوعی شرکت بکنن، گواهینامه از دانشگاه صنعتی شریف دریافت میکنن و همچنین کلیه مبلغی که پرداخت کردن از طرف کیتزی بهشون برگشت داده میشه. من حسام علیپور، راهبر دوره هوش مصنوعی، در کنار کلی از اساتید و متخصصای هوش مصنوعی در مرکز توسعه فناوری نوآوری دانشگاه صنعتی شریف در کنارتون هستیم. امیدوارم که همتون ببینیم. ارادت.